بعد 4 سال زندگی کردن توی پس و ای فوتبال تقریبا همه پکاشو باز کردم و روز به روز تیمم داشت پیشرفت میکرد تا زمانی که خبر اومد ای فوتبال کشور ایرانو برای رفتن به جام جهانیش حذف کرد. پس حالا وقتشه انتقام بگیریم و ایرانینه قوی ترین ترکیب دنیا رو بچینیم. برای شروع اول باید دروازه‌بان رو انتخاب می‌کردیم. از بین همه دروازه‌بانان ای فوتبال فقط 4 تا دروازه‌بانن که بهترینن، که بازم از اون 4 تا فقط بوفون و الیور کان هستن که بهترین ای فوتبالن. ولی انتخاب بین این 2 تا کارت فقط روی اوورال نیست. الیور کان از اون جایی که شوتایش روی مجددش خیلی ارتفاع میگیره به دردمون نمیخوره توی سرعت، پس بوفون انتخاب میشه و وارد ترکیب شد. حالا میرسیم به دفاع وسط. توی دفاع گزینه‌های بیشتری داریم و 6 تا بازیکن جزء تاپ‌های ای فوتبال قرار میگیرن که اگه بخوایم با وسواس زیاد 3 تاشون رو حذف کنیم فقط 3 تا دیگه میمونن و بین اون 3 تا رایکاردی که یه بوستر هم نداره بهترین دفاعی فوتباله. پس وارد ترکیب شد. میریم سراغ دفاع وسط بعدی. ببین من یه ترکیبی بچینم برم دیویژن همونو برم یک. برای دفاع وسط بعدی هم فقط 2 گزینه مونده بود، یعنی ویرجیل فندایک و پویول. از اونجایی که پویول میخوایم جای دیگه استفاده بکنیم پس فندایک به عنوان دفاع وسط بعدی به خاطر اینکه قدش هم بلندتره وارد ترکیب شد. حالا میریم سراغ دفاع راست. برای دفاع راست هم گزینه‌های خیلی زیادی داشتیم که رامین رضاییان هم توی این گزینه بود، ولی از بین این 5 فقط 2 تا بازیکنن که خیلی خوبن. ولی از بین تورام آرنولد، به خاطر اینکه آرنولد دفاعی ضعیف‌تری داره و تورام دفاع بهتری داره و سرعتش هم خیلی خوبه، پس تورام انتخاب میشه و وارد ترکیب شد. و اما دفاع چپ اینجا خیلی داستان فرق میکنه، به خاطر اینکه این اصلا دفاع چپ نیست، دفاع وسطه. عالی بود. چرا این شبیه برونو فرناندز؟ خیلی واسم سواله. آن پرتغالیه واقعا، اسمش هم برونو فکر کنم، روبن. برای دفاع چپ گزینه‌های خیلی قدرتمند ولی توی تعداد کمتری داشتیم. هممون فکر می‌کنیم که روبرتو کارلوس رو باید بیاریم، ولی ما قراره دفاع چپمون رو یه دفاع وسطی بذاریم که خیلی جلو نره و توی هد زدن خیلی کمکمون بکنه. پس روبرتو کارلوس رو می‌ذاریم کنار و پویول انتخاب میشه. پس وارد ترکیب شد. شاید الان داری هیت میدی، ولی وایس تا آخر رو ببین ترکیب چجوری دیده میشه. میرسیم سراغ ستون تیم، هافبک دفاعی. برای هافبک دفاعی خیلی گزینه‌ها زیاد بود و من از بین همین گزینه‌ها 8 تا رو جزء بهترینا انتخاب کردم، اما بازم از اون 8 تا فقط 4 تاشون بودن که قوی ترین بودن و باز هم اینجا انتخاب خیلی سخت بود. ولی با گیم پلی که من از همه‌شون دیدم و چندین تا بازی با همه‌شون بازی کردم، ویرا انتخاب میشه. پس وارد ترکیب شد. همه چی اوورال نیست، کی جستو بیشم باشه سر میپرستاری. و اما میرسیم سراغ AMF چپ. توی این ترکیب 2 تا AMF داریم. توی AMF هم دستمون خیلی باز بود و باز هم قوی ترینا رو که 8 نفر میشن من انتخاب کردم، ولی از بین اون 8 تا بازیکنایی که پای چپی بودن به خاطر اینکه AMF اون باید پای راستی باشه چون چپ بازی میکنه حذف میشن. ولی بازم انتخاب سخت بود، اما از اونجایی که ما یه بازیکنی میخوایم که پا به توپ ریز داشته باشه فقط نیمار میمونه. پس نیمار وارد ترکیب شد. حالا وقتش بود که بریم سراغ AMF راست. از بین همه AMF هایی که میتونن با پای چپ سمت راست بازی بکنن 4 نفر فقط موندن، ولی توی این پست هم باز خیلی مهمه که ما بازیکنی داشته باشیم که پا به توپ ریزی داشته باشه و پا به توپ پاش با قدمای بلند نباشه. پس باز دوباره همه حذف میشن و مارادونا و مسی میمونن و اینجا مسی وارد ترکیب شد. بابا چی میگی تو مهراد جم؟ یه بار خوندتون دیگه، چرا از پلیلیست من حذف نمیشه این؟ به خدا انگار پیریای برونو فرناندز اونجا وایسا دارم نگاش میکنم. دیگه وقتش بود بریم سراغ تنها اس تیممون. از اونجایی که من خودم عاشق مهاجمم خیلی تعدادشون زیاد بود، ولی چون اس که بازیکنی میخوایم که سریع و تیز و فرز باشه و قد بلند اصلا نمیخوایم، بازیکنایی که قد بلند بودن حذف میشن. پس بازیکنی میخواستیم که فنومنال فینیشینگ داشته باشه و سرعت و قدرت کیکینگ پاور بالایی داشته باشه. بنابراین گرت بیل انتخاب شد. شاید به نظرتون این انتخاب مناسبی نباشه، ولی خب خواهیم دید. شاید خیلیاتون بگین چرا وینیسیوس رو که 105 میشه رو نذاشتی اینجا؟ به خاطر اینکه وقتی مسی و نیمار پا به توپ ریزی دارن اون وسط باید یه فرد مکملشون باشه، نه یکی مثل خودشون. حالا میرسیم به قشنگ‌ترین و جذاب‌ترین قسمت کار، 2 تا CF. توی CF گزینه‌های خیلی مناسبی داشتیم، ولی باید گزینه‌ای رو انتخاب می‌کردیم که سرعت بالایی داشته باشه و همچنین فنومنال فینیشینگ داشته باشه. پس همه گزینه‌ها حذف میشن و فقط یه نفر میمونه. بنابراین امباپه وارد ترکیب شد. همه ترکیب چیده شده بود و فقط یک بازیکن مونده بود که وارد این تیم بشه. بازیکنایی که قدرت بیشتری داشته باشن یا حتی سرعت، قد بلندتر، هد بهتر داشته باشن توی این لیست فراوون بودن. ولی خب هیچی جای عشق آدمو نمیگیره. پس رونالدو به عنوان بازیکن آخر وارد ترکیب شد. وقتی عشقت توی تیم باشه
به خدا حاجی رونالدو از فوتبال خدافظی کنه من قشنگ یه مدتی واقعا نیستم توی چنلم، واقعا دارم میگم این اصلا انقدر وای. و حالا تعویضی هم به زیباترین شکل ممکن که میگفتی چرا این بازیکن نمیاری، چرا اون بازیکن نمیاری چیدیم و از هر پست مکملاشو توی تعویضی آوردیم. حالا با قوی ترین ترکیب دنیا به سمت بازی اول میرویم و حریف اول دیویژن 3 اسپانیا ایران اسپانیا بود اول و اما ترکیب حریف داداش تو قویه. برو بریم وقتشه که انتقام همه ایرانی‌ها رو بگیریم بالاخره. بده با توپو سری برین جلو. من وایسا تا گل بشه، وایسا تا گل بشه. مرض جانم پاس رونالدو مسی میزنه به سمت داخل. مسی پاسشو میده اونجا رونالدو بزن بره تو گل. باره کلا توی دروازه است. دقیقه جمع بازی. حالا اسم این تیم اومد بشنوی. باره کلا پاسکاری یه سانتریز بزن هدو امباپه. نزن وای. باره کلا پاس به نیمار. پنالتی بابا پسر خوب چی گفت تو پنالتی بزنی؟ جلو ایرانی جماعت تو میخوای بابا چیش میزدم بهت با انصراف حریف اول و 3-0 میبریم و میرسیم به سراغ بازی دوم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بازی دوم وقتش بود رونالدو رو به رسالتش برسونیم و کاپیتانش کردیم. حالا به سمت بازی دوم میرویم. این بچه‌های اسپانیایی اروپایی چی میگن اینجا اصلا من نمیفهمم. آخه ایران میومدش توی جام جهانی فوتبال که همتون رو درو میکرد به خاطر اینکه تبلیغ و برندینگ و اینا نصیب اون کسی که قهرمان میشه بشی فقط ایران رو نیوردین وگرنه میدونستین قهرمان میشه دوباره. و اما حریف بعدی دیویژن 1 رنک 1 دنیا رو گرفته دوبار. مادریکس ایز لایو وایت یوتیوب. اوه حاجی یوتیوبر یارو همین الان هم لایوه. ترکیب من داره میبینه حاجی ترکیب من داره چیکار داره میکنه؟ اندریکو گذاشتی نوک، آربیتو دیفنسیو کردی، کویک کانتر کردی، کانتر تارگت اندریک. ترکیب من داره میبینه. از اونایی که حریف داشت ترکیبش خوب میچین پس وینیسیوس آوردیم تو که بتونیم سریعتر رد حمله بزنیم. ببین این بازی خیلی اصلا ناموسواریه این بازی. بده وسط امباپه بزن اونور. ای وین باریکلا پاس باریکلا بینی کورنر پاس رو بده مسی وای حاجی خیلی یارو قویه. برو رونالدو برو شوتو بزن وای چرا گل نمیخوره این شوت فینی پشت وای بابا چه جوری داره در میاره وای نیمه اول با بدشانسی خیلی زیاد مساوی کردیم نتونستیم هیچ گلی به ثمر برسونیم ولی وقتش بود ایران برگرده. رونالدو همون اینور ایران اینه واسه من رنکی کدو نکن. اینه 1000 بار دارم بهتون میگم وقتی تو از چپ داره میاد بزن راست، از راست داره میاد بزن چپ. وای اندیره که بی پدر گفتم بگیر 100 بار گفتم بگیر اونو. هر 5 تا تعویض اون انجام دادیم به خاطر اینکه بتونیم تیممون رو تقویت بکنیم. پس دفاعمون هافک دفاعیمون و ای ام اف هامون تعویض شدن. رونالدو جان وای بشوت باریکلا همینو من میخوام. فقط میخوام رونالدو و مسی بهت گل بزنن. حالا تعویض کن همین قیافتو میخوام همینجوری میخوام بخندی. شوت گله. وای و تمام. همین تیم ایرانو نمیاریم تو جام جهانی فکر میکنه این جام ایران نمیتونه ببره. برو 1000 تا رنگ 1 بگیر با پینگ 40 50 اینجا دارم میبرم تو رو. حریف دوم با پرروترین شکل ممکن میبریم و میرسیم سراغ بازی سوم. برای بازی سوم دیگه وینیسیوس تو نمیاریم و همون گرت بیل با همون حالت سابق نگه میداریم. شاید وینیسیوس نیمه دوم بیاد تو. پس حالا به سمت بازی آخر میرویم. آقا خیلی خفن بازی کردی عالی بودی آقا. هر چی اینجا گفتم به خدا فقط واسه ویدیو. حاجی بنده خدا رفت تو فکر. بنده خدا دلم سوخت واسش. آقا عذر میخوام من واقعا ببخشید به خدا مجبور بودم ببرم. و
اما حریف آخر دیویژن 3 از هند دوباره. چرا ما همه حریفامون هندی؟ سرور کجا بس شدم من؟ بمبئی بس شدیم. و اما با ترکیب حریف گود لاک. اسمش چیه؟ گورخا بویز. اوی شماره 11 رو چرا برداشتی؟ از 0 تا 100 این همه شماره شماره 11 رو چرا برداشتی؟ این چی بود؟ من یه سری از آهنگا رو اصلا نمیدونم چرا سیو کردم تو پلی لیست. حالا مثلا حالا مثلا میخوای خود اون رو بندازی. احمق. خب راش انداخت دیوونه ای. برو اماپه برو. تموم همین بر. بزن برش کن. برو کله بنج. وسط نده تمومه. تموم برو زده حمله. برو تمومه. شوتو بزن رونالدو. فوک. بزن تموم. بابا بخور دیگه. آقا رونالدو عذر میخوام حاجی. وای خاک تو سرم. میگم چرا این عصبانی شماره 20 دادیم به. ببین توی کل دنیا فقط یه دونه موزیک هستش که من اون موزیکو گوش میدم دیوونه میشم و اونم این موزیکه. نخندینا. وای دیوونه شده. من دوست دارم. پاس تو بده گرت. بده مسی. همین ور. تو نمیدونی. ببین بده بره. اصلا نمیدونم چیکار دارم میکنم. زاویه بسته تاق. ببین مورب شما میای شل میکنی. شل پاس تو میدی. مسی پاس تو میده اینجا. یه دونه ریز میکشی. یه هد. ببین ریز بکشی حتی اگه بازیشون از قد کوتاه هم باشه احتمال اینکه هد بزنه خیلی بالا. بچرخ نیمار کاتو بده. میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم. اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم. عطر نفسهای تو به تنم بپیچه. باش بدونی که زندگی بی تو هیچه. حرکت زیبایی رو انجام دادی ولی جاش نبود. باش میشه بری بیرون. اول فصلی برو بیرون نبینمت دیگه. میدونستی بری بیرونم بازی سهیج میشه. الان تو بازی هم باشی سهیج میشه بازی. لبخد. تمام. وسط. تمام. هیچ نیست. میاره داخل. بگیرش. هد. پاس زیبا. حالا اونجا مسی میرسونه به اماپه. این تیر توی نماز گل بعدیه. پاس تو بده مسی. از این گوه نخور. اینم بخور. برو بیرون. به این ترتیب تو حریفمون انصراف میدن و یه حریفم که دیویژن 1 بود رو شکست میدیم. اگه دوست داریم بازم با این ترکیب ادامه بدیم و ویدیوهای خفن‌تری درست کنیم لایک ها و کامنت های این ویدیو رو بتره کنیم.